برادر اکای محمد علی رحم خداوند برای این خیر احسانی که در مسجد کردن به عدد هر یک حرف این قرآن کریم خدا در نامه اعمالش ثواب نویسانده گردانی و فرزندایی که از او گذشتگی دارد خدا همگیش شفاعت کننده برای پدر در روز قیامت بگردانی و این فرزندهای بودگیش خدا توفیق و هدایت نصیب بگردانی. آمین یا رب العالمین. چنان زندگانی کن تو اندر جهان که چون مرده باشی نگویند که مرد. حضرت خواجه حافظ میگوید چنان زندگانی کن تو اندر جهان که چون مرده باشی نگویند که مرد. انسان باید همچنان حیاتی که خدا برای او مقدر کرده است معین کرده است همچنان این حیات خدا سپری گرداند که حتی که اگر از دنیا هم که گذرد کسی نگوید که وی مرد، بلکه همیشه نام او زنده باشد، بلکه همیشه خدمتهای او عملهای نیک او زنده باشد که با در عوض این عملهای نیک او در این خدمتهای نیکوی او را اصلا فراموش نکنند. برادرای عزیز و گرامی، حیات کرایه ندارد. زود است که به نام آن خدایی که این امانت را از ما میگیرد زود است که هر یک ساعت پیک اجل به سراغ ما و شما بیاید و ما و شما را از این دنیای فانی و دنیای باقی برد. لیکن کوشش کنیم که در دنیا در حقمان دعا کننده ها باشند، همچنان حیات بریم که بعد رفتن ما مردم افسوس خورند و مردم به سوی خدا دعا کنند که مثل این شخص خدایا باز برای ما بندگان نصیب بگردان. خداوند در قرآن می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خداوند بیان میکند ای بندگانی که سوال دارین چیزی نافهما دارین، شما از مردم با فهم از مردم دانا از پیشواهای خود چیزی که نمیدانین پرسین. پس امروز برادرای ما به ما سوال ارسال کردند، اگرچند که من دانا نیستم، اگرچه من چه دعوای دانشم ندارم، لیکن شاید از این برادرها دیده کمی گویم که بهتر یا کمی چیزی خوانده باشیم. و این خاطر در پیش من همین سوال هایی که هست انشاءالله موافق آنچه که در کتاب خداست و گوش شما میرسانم. و خدا قسم برادرای عزیز و گرامی، جواب گردانیدن به سوال اگرچند که برای شما آسان است گوش کردنش، لیکن برای جواب دهنده در پیشگاه خدا مسئولیت دارد. شما تصور کنین که یک جوابی که من برای شما میگویم به همون خدایی که هستی ما در دست اوست دل ما میلرزد، زیرا که فردا از این سوال از این جواب ما را پروردگار میپرسد که سوال این انسان به خاطر چی این گونه جواب گفتی، برای چی این سوال به یگان تحقیق کردن، به یگان گویم که فکر کردن، به یگان در کتاب خدا ندیدن، برای افتخارت، برای که ترم الله گویند، برای که آبروی تو نریزد، برای که مردم عزت تو را همیشه نگه دارند، به خاطر مال مردم، به خاطر منصب مردم، به خاطر بنده های خدا شده این سوال این گونه جواب دادی، پیشگاه خدا در این عذاب دارد. و این خاطر از خداوند من همیشه خواهان این هستم که خدای مهربان
هیچ وقت در جواب گفتم غرض وجود نداشته باشد و خاطر بینی نداشته باشد و چیزی که خدا برای ما بندگان گفته است همون به گوش شما رسانه. برای بعضی برادرها اینجا در مکتوبایی که در دست من می آید، راستی بار بعضی هاش خواندنم انسان ناراحت می کند. نمیدانم که شاید که در اصل همچنان باشیم ما که تهدید و تحقیر و بعضی سوالهای خیلی که برای ما ناراحت کننده است، لیکن به نام خدا دادر عزیز، من وقتی همون سوال تو را میخوانم اگرچه برای من ناراحت کننده است، من در عوضش چی میگویم؟ خدا تو را هدایت کند، خدا تو را توفیق دهد، خداوند زبان تو را از بد گفتن اهل علم خدا نگه دارد. من همین دعا را به نام خدا در حق همون برادرایی که اگرچه تحقیر می نویسند، اگرچه سخنهای قبیح می نویسند، لیکن ما در جوابش همین برای شما گفتنی هستیم. زیرا حضرت نوح علیه السلام حبیب خدا در بین صحابه ها نقل کرد که پیغمبری بود که او را میزدند، مردم پیغمبر را میزدند که دهن او پر از خون، بینی های او پر از خون، قوق های او همه کفیدگی. حبیب خدا می گفت وقتی که مردم دستش از زدن باز می ایستادند، این نوح پیغمبر بود، حضرت نوح بود، میگه دستش می برداشت و می گفت اللهم اغفر لقومی فانهم لا یعلمون. ببین دعای نوح در حق کسانی که تمام وجود او را خونشار میکردن این بود: خداوندا از تو فقط و فقط خواهان او هستم که این مردمی که مرا خونشار کردند خدایا مورد مغفرت و قرارشان ده، خدایا گناهاشان ببخش، زیرا که این عملی که اینها در حق من میکنند از روی نادانی است، از روی نافهمی است، اینا نمیدانند که من نماینده تو در روی زمین هستم. به این خاطر ما نیز برادرایی که نمیدانند نمیفهمند دعا میکنیم که خدا اونا را مغفرت کند، خدا اونا را هدایت کند، خدا اون زبانی که پیشگاه خدا در فردا اخبارات عمر انسان میدهد، خدا اون زبانش چیکار کند؟ زبانش خدا درست نگه دارد. السلام علیکم بابای حاجی مرزا، از شما خواهش داریم که در حق جلال و حافظ که به محله ما که از آب تنقیسی داریم آب تازه آورده خیر میکند، دعای نیک کنید. روز جمعه بزرگ با احترام ساکنان محله ولیزاده یعنی خیرمند. این برادر الحال برای ما مکتوب دادن که راستی بار مکتوب هم میخوانی انسان خرسند میشود که در همین خیلی تنقیسی آب وقتی یک ماشین پر از آب میکنی و برای بنده های خدا خیر در راه خدا تقسیم میکنی. برادر عزیز این فراموش نکن که بهترین صدقه به سوی پروردگار دادن آب است. این در حدیث های صحیح پیغمبر میگذرد. تصور کن که لباسش میشوید، طهارت میکند، غسل میکند، درختش آب میدهد، خودش آب میخورد، کودکش آب میدهد، حیوانش آب میدهد، در همه او تو شریک هستی. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث های مبارک میگفت من کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجته. کسی اگر حاجت یک برادر مسلمان شد میبرارد، الله حاجت او را میبرارد. ببینید در دیگر حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگذارد که و من فرج عن مسلم کربتا فرج الله عنها بها کربتا من کرب یوم القیامه. کسی که اگر یک سختی بالا یک برادر مسلمانش می آید، یک تنقیصی دارد، همون سختی ها را تو دور میکنی، پروردگار سختی های تو را در روز قیامت دور میکنه. خوش به حال برادرایی که امروز ثروت دارین، مال دارین، محله هاتون همیشه زیر نظارت میگیرین. محله هاتون گویم که شب می نشینین فکر میکنین کدام خانه تنقیصی دارد، کدام خانه رنگ خانه من گوشت ندارد، کدام خانه مثل خانه من آباد نیست، کدام خانه گویم که فقیرن، محتاجن، دست نارسند.
و روز شود و تو مبلغ جدا کرده در اون خانه دادی، خوش به حالت برادر عزیز که تو در همین دنیا ایستادگی جنت برای خود خریدی. الله که برای خود زمین های جنت خریداری کردی. برادر عزیز، به خدا قسم این حق است، این سخن خداست. شما در همین جا ایستاده جنت خریده میتونید. وقتی که امروز شما را خدا ثروتمند کرد، شما را دارا کرد و شما فکر فقیرها و مسکینها را دارید، خوش به حال آن کس. لیکن آن شخصی که خودش راحت میکند، بچه‌کاش راحت میکند، اولادش راحت میکند، لیکن فکر مردم ندارد، این کسی است به انصاف میگویند. این کس گویم ناشکر به سوی پروردگار میگویند، در دادگی خدا شکر ندارد. برای همین برادرای عزیز و گرامی، شما از جمله کسانی باشین که فکر برادر مسلمان تا نکنید، فکر آن کسانی که در محله شما هستند، شاید که خدا ترا به واسطه دعای همونها صاحب دولت کرده باشد، شاید این را کی میداند. به این خاطر شما دولتتان بای نمیدهین، مال شما از شما دور نمی شود، وقتی که از مالتان بهر بنده های خدا صدقه میکنید. خداوند گفت یا ابن آدم انفق ینفق علیک، ای فرزند آدم باور داری به پروردگار، به بزرگی خداوند تسلیم هستی یا نه؟ صدقه کن، در عوض صدقت من برای تو مال میدهم. پروردگار میگوید ببین خراجات کردی، الله گفت جای خراجات تا پر میکنم، دلیرانه در راه خدا خیر کن، انشاءالله الله بلای تو هم قدر میدهد، هم شرف میدهد، هم دعای خوبت میدهد، هم پول برای تو پروردگار باز مهیا میکند. خوش به حالت برادر. السلام علیکم و که حاجی مرزا، پیش از همه به شما سلامتی و خوشی های دنیوی و آخرت را تمنا میکنم. یک سوال دارم، در اکثر مسجدهای ما امام ها در نماز قرائت به تجوید دارند. ما یک دو مراتبه گفتیم که نماز را کسی با تجوید قرائت نکردگی خواند، لیکن نمیگذارند، زیرا آنها را جماعت دیه تعیین کرده است. ما برای فتنه نشدن و بین نمازگزاران جنجال نشدن گپ نمیزنیم. در این گپ نزدنمان ما گناهگار میشویم. در آخر دعا کنید که مایان را از گمراه شدن و امامهای ما را قرائت با تجوید نصیبشان گرداند و زنهای تمام تاجری با حیا و با حفظ حجاب نگه دارد. زیرا در کوچه ها میگردی نمیدانی که در مسلمان شهر گشته ای یا در دولت های غرب. دعا کنید رحمت خدا به شما باد. مخلصان شما از دیه خستیورز ناحیه بابا جان غفور. برادر عزیز و گرامی، اینجا چند سوال شاید پی هم آید. اینجا این دویم سوالش میخوانیم، بعدا این برادرها را جوابش میگوییم. این خیلی سوال بسیار است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم حاجی مرزا، خداوند شما را نگهبان باشد. بعدا سوالی داریم. امام داریم که سینش به 75 رسیده است، قامت تمام نشده تکبیر نماز رو میگوید، به صفها عموما اهمیت نمیدهد، نماز را تیز میخواند، نماز عصر را در 2.5 دقیقه میخواند و بعد از خواندن از قوم میپرسد که درست خواندم یا نه. دعای بعد سلام دادن 25 تا 30 دقیقه دوام میکند. یگان مراتبه امر معروف یا اینکه تلاوت قرآن نمیکند، فقط درباره 4 کتاب و 7 یک گپ میزند. از کتاب‌های عظیم و شأن قرآن شریف یگان سخن نمیگوید. قوممان به 50 یا 70 نفر میرسد، آنها از امام راضی نیستند، چیکار کنیم؟ همتری سوال ها شاید ولی چند تا پی هم آید. اکو برادر عزیز و گرامی، راستی بر منم جانبدار نیستم که در مسجدها شخصان بی سواد امام باشند، زیرا امامتی هم چگونه که در اول من قید کردم که یک سوال جواب میگوییم و خودمان را در پیشگاه پروردگار خیلی یک شخصی در سهو و در غلط آغوشته و آلوده میشماریم و از عاقبت ما میترسیم. محراب هم همچنان است و بدبختی ما در چیست؟ اگر انسانی که میلش بی سواد باشد و قومش بی سواد باشد،
از پس او نماز خوانند درست است. بی سواد و بی سواد اقتدا کنند درست است. لیکن وقتی یک بی سواد در محراب است و بچه‌های با سواد در صف هستند و اونها را نمیگذارند، نمازهای همگی نادرست میشوند. شما فراموش نکنید این نماز در اسلام نقش مهم میبازد. برادر عزیز و گرامی، نماز این جان خلاصی نیست. مثل که امروز ما و شما هم تا یک سراسیمه که 2.5 دقیقه در این امام میخوانند هم تا میخوانیم و جان منگوی خلاص کردیم. نه آخی، الله احتیاج به نماز شما ندارد. به کارخانه پروردگار و نزد درگاه پروردگار تو نماز تا میخوانی نمیخوانی یگان زیان و ضرر نمیشود. انسان نماز برای فقط فایده جان خودش، برای راحت آخرت میخواند. لیکن بسیار نقش مهم در اسلام میبازد. همین نقش مهم است در اسلام باختگی. وقتی در نقش مهم یک انسان عامی بازی میکند، این کلا غلط و نادرست است. شما هم بنده‌های خدایین و شما هم دعوا کنید، گویید که تو حق امامتی نداری، فلانی حق امامتی دارد، و ما نماز میخواهیم خواهیم، ما قیامت ما میخواهیم آباد کنیم. آخه اگان جای خطر نیست؟ مرحمت کمیته های دین را مراجعت کنین. ببین گویید که همین کس بی سواد است، لیکن چیکار کنیم که همین تا کیبر دارد، فخر دارد، بچهای پولدار دارد، پدری وظیفه‌دار دارد. آخه به این میشه واسه و ما نمازخوانی آمدیم، ما نمازمان درست شود. از پس این نماز درست نیست، این کس بی سواد است، قرائتش بی تجوید است. پس فلانی ما داریم آدمی که با سواد است، وای نماز در آمده خواندن گیرد. ای برادر عزیز، آخه از خدا ترسیدن در کار. در کتاب مختصری، مرحمت مختصری که تمام طالب علما امروز درس میگیرند، مرحمت تمام شرحاش قریب 70 نمود شرح زیاد دارد. والاولا بالامامه اعلم بسنتی گفتند. ببین کی حق امامتی دارد؟ آخه در امامتی ساله و ریش و پول و منصب و اینا نقش نمیبازند. اساس آن چیزی که میبازد این علم است. علم انسان عالم با سنت باشد. مقصد فرض داند، سنت داند، واجب حکم شداند، مستحب و مباح و مکروه حکم ها شداند که اینا چی هم؟ چی واجب چی معنی دارد؟ مباح چی معنی دارد؟ در نماز کدام عمل ترک میکند خب با سجده سهو درست میشود یا نماز فاسد میشود. او اینها را که ندانی کجا امامتی میکنی؟ و تا اگر انصاف داشته باشی خودت میگوی بچه می خوش به حالت نماز ما را خوانده ده که من بی سواد آدم هستم. انا خوش به حالت تو مسلمان کاملی. ولی امروز با رمضان نزدیک آمده است، هر جا که ملا با پیدا شدن میگیرد، هر کس ولی دعوای ملایی را کردن میاد برای که چی است؟ صدقه فطر دارد. ولی ببینید نه برادر عزیز، به خدا ولی مسجدای هست که پاش ماندگی نیست. انا که رمضان که آمد بعد میآید بعد دعوای ملایش کردن میگیرد. انا میخیل انسان ها حق امامتی ندارند. برای همین برادر عزیز کوشش کنین، خودتان روین مراجعت کنین، انشاءالله بعد داد شما میرسن. اگه جماعت حقوق امام ماندن نداره، جماعت کارش به خودش است. شما رفته در کمیته دینی در همین شهر کولابی خودتان آمده مراجعت کنین، روان مثال مجلس میکنن، مردم جمع میکنن، امامتون انتخاب کنین. بسیاری بسیار ناخوبی ها هست در ما، بسیاری بسیار. عن انس رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة من الشقاء جمود العين وقسوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. رواه بزار. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود: ای بندگان خدا، ای پیروان قرآن و ای پیروان محمد صلی الله علیه و سلم، 4 چیز
نشانه بدبختی شماست. اول حبیب خدا گفتند چشمی که یگان لحظه از پروردگار نمی ترسد، چشمی که از ترس پروردگار هیچ وقت آب دیده ندارد. دوم حبیب خدا گفتند نشانه دوم بدبختی بنده این است که دلی که حسد دارد، کینه دارد، عداوت و بخیلی دارد و دلی سخت است. سوم حبیب خدا گفتند آرزوهای دراز که هیچ پایان ندارد، هر روز آرزوی نو در تو پیدا شدن گرفت، اینم نشانه بدبختی توست. والحرص علی الدنیا، چهارم چیزی که سبب بدبختی شماست این سیر نکردن از دنیاست. همیشه شما تلاشی در دنیا دارین، همیشه برای دنیا شده به آخرتتان تماما توجه ندارین. این چهار چیز در کدام انسانی که اگر یافت شود نشانه بدبختی اوست. خدایا ما از چشمی که آب نداشته باشد از ترس تو پناه به سوی تو طلب میکنیم. خدایا دلهایی که حسد دارد، دلهایی که کینه دارد، دلهایی که عداوت و بخل دارد، خدایا از این گونه دلها به سوی تو پناه طلب میکنیم. و خدایا از آرزوهایی که اصلا کنده نمی شود، آرزوهایی که هر روز در دل ما پیدا می شود و حب آخرت از دل ما دور می کند، به سوی تو پناه طلب می کنیم. و خدایا از حرص بر دنیا، از تلاش به دنیا، فقط عیش و عشرت دنیا باشد و آخرت فراموش، خدایا به سوی تو پناه طلب می کنیم. خدایا ما را در دنیا بدبخت مگردان، خدایا ما را از جمله بدبختها مگردان، خدایا ما را همیشه در صف نیکبختها و نیکوکارها نگه دار. خدای مهربان این ماه مبارک در خاندان همه ما مبارک بگردان. از برکات این ماه مبارک خاندانهای ما را، عمرهای ما را، عبادتهای ما را خدایا با فیض بگردان. خدایا در قدمهای این جمعیت ما حسنات کتابت بفرما، گناهاشان خدایا با فضل و کرم خودت ببخش. خدایا صحت و سلامت آمدند، صحت و سلامت به خاندانشان رسیدند موفق بگردان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صدق الله العظیم. برادرای عزیز و گرامی، بنده های خوشبختی خدا، بنده های با سعادتی خدا، الله در این سوره مبارکه بقره برای ما و شما از این ماه مبارک حکایه میکند. این ماه را برای ما و شما خبر میدهد.
پیش از آنه که من برای شما این آیتی از سوره بقره را، آن چیزی که مفسرای گرامی گفتند به گوش شما رسانم، اول گفتنی هستم که آن 4 چیزی که سبب شقاوت ما، سبب بدبختی ماست، برادر عزیز و گرامی، این بسیار با توجه باشین. بسیار نقش مهمه در حیات ما، در عبادت ما. این 4 چیز میبازد. دلی که سیاه میشود. ان ابعد الناس من الله القلب القاسی. برادر عزیز و گرامی، بنده که از رحمت خدا دور است، بنده که از مهربانی پروردگار دور است، بنده که به او خداوند نظر رحمت ندارد، بنده که از او خداوند بیزار است، بنده هست که دلی سیاه دارد. این گونه بنده بدبخت خداست، بنده نیکبخت خدا نیست. بنده که طول العمل آرزوهای او هیچ وقت کنده نمی شود، هر روز آرزوی نو، نقشه نو برای او یاد می آید، تحریزی می کند، لیکن از مرگ، از آخرت چیزی به یاد او نمی زند. این هم آهسته آهسته دل انسان سیاه می کند. دیگر برادر عزیز و گرامی، چشمی که از ترس خداوند اشک نمی ریزد، چشمی که بار هم مهربانی های پروردگار یادش نمی آید و از او چشم آب دیدن نمی چکد. حضرت مولوی می گوید هر سحر برخیز ای دل خدمت جبار کن. هر سحر برخیز ای دل خدمت جبار کن، گر توانی بعد خدمت گریه بسیار کن. حضرت میگوید بعد خدمت، بعد آن که تو پایبند به عبادت خدا شدی، هیچ وقت عبادت پروردگارت را به آب چشم انجام ندی. گریه و زاری عجب سرمایه درگاه اوست، هر دم صبح سعادت خیش را بیدار کن. پروردگار آب چشم دوست می دارد. خداوند از دیده انسان وقتی که آب می ریزد، الله این آب دوست می دارد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می گوید کل عین باکیت یوم القیامه، همه چشم روز قیامت می گرید. روز قیامت که قائم می شود همه چشم ها گو می گرید. الا عین غضت عن محارم الله و عین سهرت فی سبیل الله و عین خرج منها مثل رأس الذباب من خشیت الله تبارک و تعالی. حبیب خدا گو 3 چشم در روز قیامت گریه ندارند، 3 چشم در روز قیامت شادی دارند، خرسندی دارند. کدام چشم هاست؟ یکم گو حبیب خدا چشمی که در دنیا حرام پروردگار دید لذت نبرد، هر یک حرام کرده خدا را وقتی که با چشم می‌بیند نفرتش بیدار می‌شود و هیچ وقت با چشم خود در حرام خداوند لذت نمیبرد. یعنی چشم جا از دیدن حرام خداوند در حال گویم 180 گرادوس اون طرف میگرداند، نفرت پیدا میکند، دوست نمیدارد، محبت ندارد، برای اصلاح اون حرام از بین بردن کوشش دارد. این چشم در روز قیامت حبیب خدا گفت خوشبخت‌ترین چشم شادی دارد. دوم چشمی که روز قیامت شادی دارد چیست؟ عین سهرت فی سبیل الله، چشم آن کسانی که تا سحر بیدار پایبند عبادت خدا،
تا روز چشمهاش کشاده و خواب نمی کند، خوابش به خانه قبرش مانده است، دنیا دا فقط و فقط پایبند عبادت خدا. تا روز این چشم بیدار است. این چشم هم روز قیامت از چشمهای میگریستگی نیست، بلکه چشمی است که شادی دارد، خرسندی دارد، زیرا که او آب چشمش در دنیا کرده بود. سوم چشم کدام چشم است؟ حبیب خدا گفتند عین خرج منها مثل رأس الذباب من خشیت الله. چشمی که در دنیا خداوند آنچنان توفیق و آنچنان مهربانی بر همون چشم بنده کرده است که وقتی آیت قرآن میشنود، وقتی قصه عزیزای خدا را میشنود، حتی مثل سری پشه اگر از چشمش آب بیرون شود، پیغمبر خدا گفتند 1000 ساله آتش دوزخ خاموش میکنه. 1000 ساله آتش دوزخ به مثال یک سری پشه که از چشم انسان آب دیده میریزد. وقتی عایشه را مادر ما وقتی گفتند، رسول اکرم امر کرد، رو گفت ابوبکر پدر بگو که نماز مردم خواند. پیغمبر خدا از جاش خیسته نمیتواند. حضرت عایشه مادر من چی گفتند هو رقیق القلب. ای حبیب خدا گفت من سخن تو را هیچ وقت رد کردن نمیتونم، من از زنهای سرکش نیستم، پدر و مادر من فدای تو میکنم، لیکن من حال ابوبکر من میدانم، عبادت ابوبکر من دیدم، او بسیار نرم دل است. اذا قرأ القرآن غلبه البکا. عایشه گفتن من آخر همیشه میبینم پدرم ابوبکر وقتی که به خواندن نماز شروع میکند، دیگر از صدای گریه او آواز قرآن تماما نمیبراید، او فقط نمازش به گریه انجام مییابد. چگونه وی نماز مردم خوانده میتواند؟ نمیتواند. عبدالله ابن شیخیر میگوید اتیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و هو یصلی ولجوفه عزیز كعزیز المرجل من البکا. عبدالله ابن شیخیر میگوید زیارت پیغمبر آمدم که پیغمبر خدا را زیارت کنم، نگاه کردم که نماز میخواند، لیکن از داخل سینه پیغمبر از حساب صدای گریه مثل آواز دیگ بلند میشد. چگونه دیگ صدا دارد، از داخل سینه او از گریه صدا میبرد. دوستای خدا البته همچنان بودند، هیچ لحظه اونها به این انجام نمیاد. به این خاطر چشمی که البته ترس خدا دارد، عشق خدا دارد، عشق اسلام دارد، اون چشم البته عشق دارد. اون چشم یخ کرده شده نیست، چشمی هست که همیشه آب او روان است. دیگر حرصی در دنیا برادر عزیز و گرامی، حرصی در دنیا، حبیب خدا گفتند این دنیا عیش ندارد، عیش در آخرت است. این دنیا اگر 1 ساعت شادی داشته باشد 10 ساعت غم در پس اوست. اگر 1 ساعت تنی صحت داشته باشد 24 ساعت بیماری دارد. اگر این دنیا جوانی داشته باشد اندک بعد میان تو را خم میکند، اعضاهای تو را ضعیف میکند، علاکه تو دیگر قوتی را گشتن نداری. اگر این دنیا اندک بر تو مهلت دهد، یک زمان پیکی اجل به سراغ تو می آید و تو را از دنیا می برد. این دنیا هم تا دنیا است. حال دنیا را بپرسیدم، من ز یک فرزانه گفت باغ است یا خواب است یا افسانه است، یا مثال توده برف است در فصل بهار، هیچ عاقل دل نبندد با چنین ویرانه. حضرت بیان کردند یک توده برف در فصل بهار است. انسان عاقل
دل به این نمیبندد، زندگی میکند، حیات به سر میبرد، لیکن تمام هستی خدا، تمام فکر خدا برای آبادی آخرتش روانه میکند. همه لذات این فانی، حضرت مولوی جنون رحمت الله علیه که در عشق خدا و رسول سوخته بودند، پخته بودند، دیگر اونها گویم همون جسمهاشون بود، درون اونها همه پختگی بود، سوختگی بود. و حضرت بیان میکند همه لذات این فانی به می خوردن نمی ارزد. همه لذات این فانی، ببینین همه لذت هایی که در این دنیاست، این دنیای فنا شونده، به می خوردن نمی ارزد، به یک بار الله اکبر نمی ارزد. همه لذات این فانی به می خوردن نمی ارزد. نباشد نشأه وصلش به یک سوزن نمی ارزد، به یک سوزن نمی ارزد. اگر آینده یا اگر در دنیا پیوست شدن با خدا نباشد، رابطه بین بنده و بین خدا نباشد، این دنیا ارزش یک سوزن ندارد. همه لذات این فانی به می خوردن نمی ارزد. نباشد نشأه وصلش به یک سوزن نمی ارزد. که این راحتگاه فرعون است. حضرت بیان میکردند که این دنیا به جان پیوند نمرود است و راحتگاه فرعون است. ببینید به جان پیوند نمرود است، راحتگاه فرعون است. به نزد عاشقی صادق به یک ارزن نمی ارزد. به نزد عاشقی صادق به یک ارزن نمی ارزد. این دنیا را حضرت ها بیان کردند، جنونی 8 جنت، حور و غلمان، باغ و فردوسش، بروی نازنینش یک نظر کردن نمی ارزد. خدای مهربان در دل همه ما مهر آخرت جایگیر بگرداند. خداوند آخرت ما را آباد بگرداند. خداوند همه خوشبختی ها و همه نیکبختی ها را خدایا برای آخرت این بندگان خود خدایا برسانی و نصیبشان بگردانی. شهر رمضان انزل فیه القرآن. پروردگار بیان میکند ماه رمضان ماهی هست که ما در این ماه این قرآن را نازل کردیم. این قرآنی که در خاندانهای شماست، شما این کتاب عزیز می‌دارین، از همه بالاتر این جای کردین. این هر سحر شما با دستهاتان میمالین، داخل او را میکشاین و میخوانین و بوسه میدهین. ان همین قرآن در همین ماه مبارک ما نازل کردیم. ماه مبارک ماهی هست که نزول قرآن است. تمام کتاب‌های آسمانی نزول اونها در همین ماه رمضان است. مفسرای گرامی میگویند صحیفه هایی که خداوند به حضرت ابراهیم علیه السلام فرستاده بود در اول ماه رمضان به واسطه جبرائیل به دست ابراهیم آمد. در اول ماه رمضان صحیفه هایی که خداوند در او آیت های پروردگار بود و برای زمان ابراهیم علیه السلام مطابق بود، در اول رمضان به دست ابراهیم رسید. در 6 ماه رمضان پروردگار تورات موسی را به موسی داد. در 13 ماه رمضان انجیل حضرت عیسی به دست حضرت عیسی آمد.
انجیل، کتاب انجیل، کتاب خدا به واسطه جبرائیل به حضرت عیسی آمد. در 18 رمضان مفسران میگویند کتاب زبور که برای داوود علیه السلام بود به واسطه جبرائیل به حضرت داوود داده شد. در 27 ماه رمضان خداوند قرآن را از لوح المحفوظ به بیت العزه یا بیت المعمور در آسمان دنیا پایان کرد و از اونجا طول 23 سال آیت به آیت جبرائیل به پیغمبر خدا پایان میکرد. پس نزول قرآن هم 27 ماه رمضان که ما و شما شب قدر إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. ببینید قدر این شب، منزلت این شب به چی خاطر بوده است؟ به خاطری که در این شب 27 نزول قرآن است. نزول قرآن، قرآنی که این هذا القرآن، پروردگار در قرآن بیان میکنه هی للت اقوى، این قرآن رهنمای شماست، این قرآن هدایتگر شماست در راه مستقیم ترین، در راه استوارترین، شما را به سعادت دنیا و آخرت میرساندگی این قرآن است. قرآنی که پروردگار گفت إنا نحن نزلنا ذکر و إنا له لحافظون، این قرآنی که ما به شما فرستادیم، این قرآنی که باید برنامه حیاتی همه شما از روی این باشد، 15 عصر سپری شد، کسی حرف این دیگرگون کرده نتوانست. الله میگوید ما این فرستادیم و محافظت این قرآن ما خودمان به عهده گرفتیم. این محافظت در دست نه پیغمبر، نه اولیاها، نه کسی یگان شخصیت هایی که گویم معروف و مشهورم به کسی نسپاریدیم. محافظت این قرآن، حفظ این قرآن خدا گفت ما خودمان به ذمه گرفتیم. این حق است برادرای عزیز و گرامی. از در طول این 15 عصر این قرآن هزارها دشمنها پیدا کرد، لیکن محافظ این که قرآن بود دیر ناگذشته کدامش تا 70، کدامش تا 100، کدامش تا 1 ماه پیشگاه مردم را شرمنده شده. هیچ وقت شمع حق رائف کنی تو ای عجوز، هم تو سوزی هم سرت ای گنده پوز. حضرت مولوی میگوید این شمع خداست، این شمع پروردگار است. هر کسی که با این پوف میکند، هر کسی که با این دشمنی میورزد، هر کسی که اینا میخواهد که تغییرات درآورد، هم تو سوزی هم سرت ای گنده پوز. البته میسوزی، شرمنده میشوی، در خجالت میمانی، بیماری فلج میشوی و از دنیا ایمان نمیبری. این هیچ کس با این مقابله نشان دادن نمیتواند، زیرا این کلام پروردگار است، همان خدایی که با او هیچ قدرت برابر شده نمیتواند، همان پروردگاری که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام آن چیزی که در بین زمین و آسمان است از او پروردگار میترسند، همه تسبیح خدا را میگن. محافظ این قرآن همون پروردگار است. که شود دریازی پوزی سگ نجس، که شود خورشید عزیفی منتمس، ای بریده آن لب و حلق و دهان، کی کند توف سوی مه یا آسمان. توف برویت باز گردد بیشکه، توف سوی گردون نیابد مسلکه. این توف تو، این حجمهای تو همگیش بر روی خودت میآید. این قرآن الله وعده داد تا روز قیامت هیچ کس به این چکه شدن نمیتواند،
هیچ کس این تغییرات در آوردن نمیتواند. اگرچه روز به روز دشمنای خدا نسبت این قرآن چه بدبینی هایی دارند، چه تغییرات هایی در آورده ایستادند، لیکن قرآن در جای خودش میماند، زیرا محافظ این خدا هست. قرآنی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن خیرکم من تعلم القرآن و علمه. ای امتان من، شما اگر خواهید که از بهترین امتان من شوید، شما رو به سوی قرآن آرید، قرآن خوان باشید. ببین شما بهترین امت من زمان میشوید که این کشاده و در حرف های این در حیرت نمیمانید، یا به جای خواندن شما افسوس نمیخوریم بلکه این قطارک خواندن میگیریم. شما بهترین امت منید و شما زمان بهترین امت من میشوید که اگر این قرآنی که شما خودتان آموختین به زن و به فرزندها و به همسایه و یا رفیقاتان تعلیم کنید، شما این صورت از بهترین امت من به شما میاد. دادر عزیز باز تکرار میکنم، برای یک مرد 40 هنر کم است. قرآن خواندن این بالاترین هنر است. به زمین آن که ثواب میگیری، با زمین آن که پیشگاه خدا و ملائکه ها خرسندی میکنند، در حق تو طلب مغفرت میکنند. باز تو بالاترین هنر برای مرد قرآن خواندن است. تو از جمله هم بالاترین مردها میشوی وقتی قرآن میخوانی. من برای شما در اول ماه رمضان گفته بودم که حبیب خدا یگان لحظه در ماه رمضان از قرآن جدا نمی‌ایستاد، همیشه قرآن میخواند. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پیشوای مذهب ما و شما، این دوست خدا، این بزرگ خدا، این اولیای خدا در ماه رمضان بغیر آنکه در تراویح یک ختم میکرد، بغیر این 60 ختم در قرآن میگذرانید. 61 ختم در یک ماه رمضان جناب می نشست، یک ماه رمضان کلا در قرآن خواندن روان میکردن. برای چی ما پیروای اون میخوانیم؟ برای چی ما دوستدارای ابو حنیفه رحمت الله علیه پیرو ابو حنیفه نباشیم؟ قرآن خوان باشیم. دادر عزیز، من یقرأ آیتین من کتاب الله خیر له من ناقتین. ببینید حبیب خدا میگوید کسی که اگر از قرآن 2 آیت میخواند، 2 آیت، ببینید 2 آیت چیکار میخوانید؟ کشادی قرآن الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه، 2 آیت خواندی. پیغمبر خدا گفت مکافات چیز؟ خیر له من ناقتین. بهتر از این که تو 2 شتر در راه خدا قربانی کردی، بهتر، خیر له، بهتر است برای تو از این که تو 2 شتر در راه خدا قربانی کردی، از ثواب اون از پاداش اون دیده 2 آیت قرآن با چشم خواندی، این بالاتر و این افضلتر است. برادر عزیز، برای چه این پاداش بزرگ از دست دهیم؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به نهایت در اطراف قرآن خواندن حدیث های زیادی دارد که مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الاترجة ریحها طیب و طعمها طیب. ببینید شما همت الحمدلله مؤمنین برادر عزیز، مسلمان شما، خوش به حالتون، خوش به حال شما که شخصای مسلمانین، شخصای ایماندارین. پیغمبر خدا میگوید آن مؤمنه که او قرآن میخواند، او گویم که تمثیل زدن، تشبیه دادن، گفتن این مؤمن مثل اپلسین است، ریحها طیبون و طعمها طیبون. ببینید هم بوی خوش دارد هم مزه خوش دارد. مؤمنه که قرآن میخواند تو مثل اپلسین، هم بوی خوب داری هم مزه خوب داری. مثل المؤمن لا يقرأ القرآن مثل التمر لا ریح لها و طعمها حلو. حبیب خدا میگوید آن مؤمنه که قرآن نمیخواند
مثل بعضی برادرایی که اینجا نشستن و صدای ما را میشنوند، مؤمنن، ایمان دارن، 5 وقت نماز میخوانند، خدا و رسول دوست میدارند، همیشه پایبند حلالن، از حرام ها دور میگریزند، لیکن قرآن که نمیخوانند. پیغمبر خدا گفت مؤمنه که قرآن نخواند وای اپلسین نیست، وای خرماست، مزه خوب دارد لیکن بوی خوب ندارد، بوی ندارد. مقصد خرما بوی ندارد، فقط مزه شیرین دارد. مثلا شما به خاطر ایمانتان، به خاطر اسلامتان مزه شیرین دارید، لیکن قرآن که نمیخوانید شما بوی ندارید. ما باید از جمله مؤمن های شویم که هم بوی داشته باشیم هم مزه داشته باشیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در دیگر حدیث های پیغمبر خدا میگذارد من قرأ القرآن و عمل به البس والداه تاجا یوم القیامه ذوقه احسن من ضوء الشمس فی بیوت دنیا. رسول اکرم میگوید کدام جوانی که در دنیا قرآن خوان باشد، فردا روز قیامت پروردگار پدر او را در بین مردم از همه پیش میگذارد. پدر انسان قرآن خوانه از صف مردم جدا میکنند. البسه هم پدر و هم مادر، البسه تاجا یوم القیامه، بالای سر این پدر این مادر را خداوند تاج میگذاشته است. ذوقه احسن من ضوء الشمس. حبیب خدا گفتند آن در و مرواریدهایی که در اون تاج پدر و مادر زدگی است، از روشنی آفتاب دیده اونها روشن‌ترند. این بالای سر کیست؟ بالای سر آن کسی که حتی خودش که امکانیت خواندن نداشت، حداقل بچه‌ش قرآن خوان کرد، دخترش قرآن خوان کرد. روز قیامت خداوند به خاطر این مهنت و زحمت بالای سر تو تاج میگذارد که روشنی او چشم خیره کننده است. ببینید برادر عزیز و گرامی، به خدا قسم گفتی همون مولوی جنون اگر داری بسر یک ذره هوش، بکن این در سخنها حلقه گوش. اگر یک ذره عقل داری، یک ذره فراست داری، اگر یک ذره برای قیامت و قبرت اگر کوشش کننده باشی، برادر عزیز و گرامی، این بشارت هایی که از خدا و از رسول او برای ما بیان شده ایستادند، اینا را از دست ندهیم، اینا را از دست ندهیم. من قرأ 10 آیات فی لیلة لم یکتب من الغافلین. این بیهقی روایت کردند اگر کسی که در یک روز 10 آیت از قرآن خواند، خدا او را از گروه غافلا همون روز خط میزند. 10 آیت. اگر کسی 10 آیت از قرآن نمیخوانده است، او از جمله غافلان بوده است، از جمله کسانی که در غفلتند، در بی‌پروایی اند. از این جمله اینا خدا ما را خط میزند. وقتی روز اگر حد اقل ما 10 آیت از قرآن خوانیم. إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريف. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند آن کسی که قرآن نمیخواند، آن کسی که کوشش قرآن خواندن ندارد، این کس گفتند مثل خانه خراب شده است. یک خانه که چپه می شود، که دیدگی آدم هم ناراحت می شود و او را در حال می خواهند که تیصد از اونجا برداشته دور برده پرتایند، گویم نظرشم ناراحت کننده، ایستادی ویم در همونجا ناراحت کننده. انسانی که قرآن میخواند، کوشش کننده قرآن نیست، حبیب خدا گفت تو مثل همون خانه خراب شده هستی. پس در همین ماه مبارک ان همون قرآنی که من برای شما در اطراف او کم ترک صحبت کردم، در همین ماه نزول این قرآن است. هدی للناس و بینات. این قرآن پروردگار میگوید هدایتگر برای شماست، برای شما بیان میکند و الفرقان جدا میکند حرام را از حلال.
فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. خدا گفت اگر مبادا کدام تو را مهلت دادم، کدام تو را عمر باقی ماند و به ماه رمضان رسیدی، به ذمه تو فرض است این که تو از ماه رمضان روزه گیری. الحمدلله که این برای ما و شماست که خداوند برای ما در این ماه مهلت جدا کرد، ما و شما را حیات داد، ما و شما را نمیراند، ما و شما را از این دنیا نبرداشت. پس به ذمه ما و شما داشتن این ماه مبارک، بعد ذمه زنهای ما، دخترهای ما، نبیرهای ما، آن کسی که به سن بلاغت رسیدن، خداوند به همگیش فرض گرداند. ببینید فمن شهد منکم الشهر، شهر اینجا در یک حکمت دیگر هم ناگفته نگذاریم. اینجا خداوند ماه ذکر کرد، ولی بعضی انسان ها میگویند که نه، ماه رمضان 3 روز است. فقط این همه پیشواها و آدمای باسواد که روز شکی گم کردن یا روز همون اساسی شکی نمیدانند، و همین خاطر ما یک ماه کامل روزه میگیریم. نه برادر عزیز، خدا گفته ایستاده فمن شهد منکم الشهر. شهر ما یا 29 می شود یا 30 می شود. پیغمبر خدا 29 روز هم روزه گرفتن، 30 روز هم روزه گرفتن. پس ما را خداوند میگوید وقتی که رمضان که به شما آمد، این ماه خواه 29 باشد، خاصی باشد، شما روزه گیرید. فمن شهد منکم الشهر فلیصمه و من کان مریضا او علی سفر. یکی مبادای ماه رمضان آمد و برادر عزیز و گرامی شما بیمار باشین، چی خداوند به شما بیماری قند داد، بیماری فشار خون داد، یا بیماری داد که شما به نوشیدن و به طعام خوردن گویم که مریض میشوین، باز مریضیتون اوج میگیرد. مقصد به طعام و به شراب شما ایستاده نمیتونید. بیماری هست که یا درد معده دارین که تیز تیز استعمال کردن لازم. خلاص تنی درمنده داریم که به طعام و به شراب ایستادن ناممکن است. اسلام حرج ندارد برادر عزیز و گرامی، اسلام مشکلات ندارد. خداوند در دوام همین آیت یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. خداوند همیشه از شما آسانی میخواهد، هیچ وقت پروردگار بالای شما مشکلات نمیارد. حبیب خدا میگوید انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین. ما آمدیم که برای بنده های خدا سبکی دهیم، آمدیم که برای بنده های خدا گویم که راه های چقدر سبک نشان دهیم، نه آمدیم که تا که بالای بنده های خدا مشکلات جاری کنیم. به این خاطر کدام از شما بیماری هستین که شما به خوردن و به نوشیدن ایستادن شما را طبیبهای ما اجازت نمیدهند، خدا برای تو رخصت خوردن داده است. تو بیماری ماه رمضان ده روزت میخوری برادر عزیز، وقتی بیماریت که از بین رفت این روزها در گردن تو قضا هستند، تو این روزها را روزه میداری. یا خداوند میگوید او علی سفرین، یا شما در سفر هستین، مثلا مدتی مسافه مسافری را طی کردین، شما از قرغان تپه و از دوشنبه و خب گویم از دنگره و از دیگر مکانهایی که از 80 و از 90 کیلومتر بالاست، وقتی که شما طی کردین الله برای شما رخصت داده است که اگر شما روزه تا نخورین هم پیشگاه خدا در گناهگار نمیشوید. اینا امتیازهایی هستند که الله برای بندگانش نصیب کرده است. حتی اگر سفری شما سفری آرام هم باشد، حتی شما در جای مهمان میشوید که فقط خانه خودتا نیست، خواه خانه دخترت است، خواه خانه بچت است، خواه خانه همسینفت است، تو مسافری، تو حق رخصت خوردن داری. لیکن اگر گویی نه من مثال شرایطم خوب است خیلی نمیخورم، این دم حق داری. و صوم سفر لا یضر احد. صاحبان مختصر هم میگن که خدا خیرشان دهد که اگر سفری که برای تو یگان زیان و ضرر نآرد، خوب است که تو روزه نخوری.
اگر روزه تا در مسافرتی هم که گیری همون روزه تو روزه حساب میخوره. لیکن وقتی میبینی امکانیت ها نیست یا یگان مشکلات داری، برای تو رخصت است. مشکلات هم نباشد برادر عزیز، رخصت خوردن داری. این است معنای آیتی که در سوره بقره خدای مهربان برای ما و شما خبر داده است. پس میگذاریم به حدیث هایی که در این ماه مبارک تعلق به ماه مبارک دارد که این ماه ها چی فیض دارند، چی برکات دارند، برای چی ما اینقدر خودمان از طعام و از شراب و همه آن چیز در پیشمان مهیا هست ولکن تناول نمیکنیم. اینا آیا مکافاتش چیست؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند من انفق زوجین فی سبیل الله دعی من ابواب الجنه یا عبدالله حاز خیر. حبیب خدا میگوید کسی که اگر زوجین از هر چیز نباشد، از جنس ماده و از جنس نری او، اگر خیر در راه خدا میکند تمام درهای جنت او را صدا میزنند ای بنده خدا در بهترین عمل چند زدی، بیا با ما داخل جنت شو. کدام انسانی که امروز دادر عزیز امروز بعض جوانای هستن که امکانیتی خیر احسان داره، خیر احسان از زیبندگیش، زینتش، خوبیهاش همش در ماه رمضان است. اگرچه بیرون از رمضان هم خیر احسان پیش خدا در قبولیت دارد، پیشگاه خدا در درجات تو را بلند میکند، لکن این ماه زیباگی و زینت خیر احسان است که این ماه به 700 و از 700 بالا خدا برای تو پاداش میده. من انفق زوجین، خوش به حال آن برادری که پول دارد و لیکن در برابر پولداری بخیل نیست، مرد به غیرت است. خدا برای او مال داده است، خدا برای او ذخیره ملک داده است، ولی نمیداند که این ذخیره که دارد خودش میخورد یا کسی دیگر میخورد. از همون ذخیره‌اش در راه خدا در این ماه مبارک برادرای گویم احتیاجمند، برادرای روزدار، برادرایی که شاید در یک هفته یک بار گوشت دیرو هم نکنند، برای اینا خریداری میکند میدهد. خوش به حالش، خوش به حالش که حبیب خدا میگوید تمام درهای جنت این گونه بای بچه را، این گونه مردکی ثروتمنده 8 در جنت صدا میزند ای بنده خدا چی خوب بنده بوده ای، مرحمت با ما وارد جنت شو. ببینید هر در جنت به خودش ناز و ضیافتش دیگر است، هر در جنت به خودش راحتش دیگر است. همه درهای جنت مشتاق همون ثروتمندی که در این ماه مبارک از ذخیره هایی که دارد، از مال و ملکی که دارد، بنده های خدا را دستگیری میکند. خوش به حال اون برادر. انشاءالله در بین ما این گروه برادرها هست و این گروه برادرها با ما مراجعت هم دارن امروزها که ما فلان کارهای خیر کرده ایستاده ایم و میکنیم. خوش به حال شد. دولت داری هم نصیب اونها با، حق مال هم همونها دارن. حیف بر همون پولی که در دست آدم بخیل میزند، حیف بر همون ثروت دولتی که بر دست یک ناکس میزند که رحم در برادر مسلمان ندارد. حیف بر همون مبلغ، حیف بر همون مال که این مال برای تو دستگیر نمیشود، این مال برای تو حسرت میارد و خلاص. حضرت علی میگوید وقتی من فاطمه دختر پیغمبر خدا را وقتی در گور گذاشتم شب خیلی ناراحت بودم، خیلی غمگین بودم که از بهترین دختر رسول اکرم فاطمه امشب جدا خواب کردم. بیقرار شدم و سحر به نزد قبر حضرت فاطمه آمدم، نگاه کردم به سوی قبرستان و در حال میگوید یک الهام برای من آمد و به قبرستان ندا کردم ای اهل قبرستان، زمانی که شما مکانهاتان تغییر دادین، یعنی از خانه های دنیاییتان به این خانه آخرت آمدین، خانه هاتان صاحب پیدا کردن. ای اهل قبرستان، زنهای شما شوهر کردند. ای اهل قبرستان،
مالهای شما را وارثای شما تقسیم کردند. وقتی حضرت علی میگوید این ندا را من به سوی قبرستان کردم، هاتف یک صدای به گوشم رسید که ای دوست خدا، بسیار سخن خوب گفتی، این باید عبرت در تمام مردم زنده شود، برای تمام مردمی که بیرون از قبرند، برای اونا عبرت شود که البته خانه های اونها صاحب میابند، مال های اونها تقسیم میشوند، زن های اونها شوهر میکنند. هاتف میگوید گفت آنچه خوردیم فایده کردیم. میگوید از قبرستان صدا آمد آنچه خوردیم فایده کردیم، آنچه پیش گذاشتیم یعنی آنچه پیشکی خیر احسان کردیم برد کردیم فایده شدیدیم، و آنچه که پسنداز گذاشتیم در اونها افسوس خوردیم و در اونها ضرر در پیش خدا کردیم. برادر عزیز و گرامی، این قصه ها خوردن لیکن عبرتی بلند دارند، بسیار عبرتی بلند دارند. پریشان کن امروز ای گنجی نجوس که فردا کلیدش نه در دست توست، کنون بر کف دست نه هرچی هست که فردا بدندان گز پشت دست میگزی، حسرتی میشوی، پشیمان میشوی، دیگر پشیمانی داخل قبر برای تو فایده ندارد. برادر عزیز و گرامی، شیطان از وسواس شیطان خود نجات ده، هیچ وقت به غیرت نشو. تو آخه 10 دین نداشتی، تو یک سامان نداشتی، خدا تو را به دولت کرد و تو را صاحب مال و ملک فراموش نکن. این مال و ملکی که در دستاری همه را خدا به تو داد، با همون خدا قادر است که از دست تو گیرد. وقتی تو بخیلی را برای خود اگر پیشه میکنی، تو اگر رحم از خود دور میکنی، خداوند باز همون مال و ملک از دست تو میگیرد. و انفقوا مما رزقناكم من قبل ان یأتی احدكم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واكون من الصالحین ولا يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون. میخواستم این آیت تعلیل نمایم، شاید برای بعضی برادرایی که مال دارن، ثروت دارن، خوش به حالتان. من همیشه دعا میکنم که شما ثروتمند باشین، شما دولتدار باشین، لیکن از یاد برادر در غفلت نباشی، از یاد همسایت بی پروا نباشی. خودت خوری و خودت راحت کنی و زن و فرزندت معیشت کنن و همسایه پهلوی تو در گرسنگی باشد، تو را ایمانت کامل نیست. تو هر روز از خاندان او همسایه دعای بد میشنوی. خداوند فرمود نفقه کنید، ای شخصانی که ما به شما مال دادیم در راه خدا خیر کنیم. مما رزقناکم، از آنچه که ما به شما دادیم. من قبل ان یأتی احدکم الموت، خدا میگه پیش از آنه که این تنی صحتی که تو داری، این لباسهای زیبایی که تو میپوشی، این خوشبویی هایی که $100 و $500 ارزش دارد در بدنهات میزنی، این ماشین های نرم و ملایمی که تو سوار میشوی، روز از روزها از این ماشین ما تو را میفراریم و در بستر بیماری خوابت میکنیم. الله میگوید روز از روزها این لباس های زیبا را از بدنت بدر میکنیم، در جایگاه خواب میکنی که بغیر بوی بیماری، بغیر بوی همون لطپاره که بالای او خوابی دیگر بوی نداری. روز از روزها بالای این دمات را میخوابانی. پیش از آنه که این حالت برای تو بیاید، خداوند میگوید تو دستگیری برادرای مسلمان کن، تو خیر احسان کن، تو حال مسکین و بیوه ها و بیچاره ها و طالب علما و حال مسجد ها در نظر کن. من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی. ببینید خداوند این منظره را بیان میکند که وقتی که این حالت ما به این آدم دولتدار بخیل وقتی که برپا کردیم، او را در جایگاه بیماری که خواباندیم، وقتی که مرگ به سراغ او که می آمد، بعد چی می گفت؟ فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب. ای پروردگار، ای ذات پاک،
برای من مهلت نمیدی 5 دقیقه 5 دقیقه مرا صحت کن 5 دقیقه مرا از همه جایگاه بیماریم جدا کن قسم به بزرگی که همه مال و ملک من در راه خدا خیر میکنم همه مال و ملک من ببینید فیقول ربی زاره میکنه پروردگارا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق و اکون من الصالحین از بنده های بخیلت نمیشوم از بنده های بیرحمت نمیشوم خدایا 5 دقیقه فرصتم بده 5 دقیقه پروردگار چی میگوید ولا یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون من که پروردگار تو هستم من اینا پیشکی به گوش شما رسانیده بودم من به گوش شما این صدا را داده بودم تو اینها را در زبان عالم ها شنیده بودی لیکن تو اصلاح نشدی من که خدای تو هستم 5 دقیقه یک طرف من برای تو 1 دقیقه مهلت نمیدهم 1 دقیقه برای تو مهلت نیست خدای تو میدانست که تو چگونه حیات بسر میبری تو چگونه با بنده های من معامله میکنی این الله قبلا میدانی و این خاطر مر و حسرت در پیش خدا بخواه این است معامله پروردگار با بنده های بخیل هلاک شو تو بر این انسان های عبرتنامه گرفتگی هزارها مردن تو هم از اونها مرد برادر عزیز و گرامی اینا قصه های هستند در قرآن که باید انسان بیدار سازد باید انسان با رحم سازد انسان باید دهنده کند تا هزارها شکر به سوی خدا بگو که دست دهنده داری دست گیرنده نداری تو دست دهنده داری آخه تو بای نمیتی برادر عزیز او پولت رفت معنی را ندارد تو کم بغل میشوی الله خودش با بیان میکند ای مرد که پول دار یا ابن آدم انفق ینفق علیک انسان تو پول نداشتی پول دارت کردیم از همه پولت مسکین ها و بیچاره و نادرها را دستگیری کن اونها هم در سحر خورد مثل تو دسترخوان زیبا داشته باشند خورند ما که پروردگار تو هستیم جای خراجات باز محکم میکنیم خدا وعدت داده است که تو زلال نمیکنی کم بغل نمیشوی ببین بازم این هم پولت میتر هم حشر جنت فریادت بزند ای بنده خدا با واسطه من وارد جنت شو زیرا تو از بنده های بغیرت بودی تو از بنده های بیرحم بودی و من کان من اهل الصلاه دعی من باب الصلاه کسی اگر در دنیا اهل نماز باشد دروازه هست در جنت که نامش نماز است اون نمازخوان فریاد میزند بیا به پیش من که تو از من هستی و من کان من اهل الجهاد دعی من باب الجهاد کسی که اگر از مجاهدهای در راه خدا باشد دروازه جهاد که در جنت است مجاهدها را فریاد میکند بیایید به من درآیید و من کان من اهل صدقه دعی من باب صدقه کسی که در دنیا پول داشت و صدقه میکرد دروازه صدقه هم هست او فریادش بزند بیا به جانب من این از جای تو این از راحتگاه تو و من کان من اهل صیام کسی که اگر در دنیا روزدار بود دعی من باب ریان ببین جنت در دروازه هست که نام اون ریان است ریان آدمای روزدار ان همون دروازه‌ای که نامش ریان است همون فریاد میزند ای روزدار بیا و دروازه نماز و صدقه و جهاد توجه نکن این از راه تو این از جای تو آدم روزدار دروازه ریان نام تو را میگیرد نام پدر تو را میگیرد تو در دنیا ما را حرمت کردی تو در دنیا به قدر ما رسیدی تو به آمدن ما خرسند بودی تو به رفتن ما غمگین بودی بیا که این از باشگاه تو وقتی که حبیب خدا گفت من دخل شریبه برابری در دروازه ریان در آمدن روزدار چگونه که شاهها را استقبال میگیرن و اول برای حلق اونها را تر کردن بالای گویم که همون لگنهای فسان شیش گویم که همون ظرف های قیمت قطع آبشان میدهند برابری در دروازه ریان در آمدن روزدار
حورهای جنتیه که خدا برای شما آماده کرده است، بالای همون لگنهای فسان، بالای همون پدناسای فسان که در ظرفهایی که یک ظرفی او را پیغمبر خدا میگوید اگر با مال دنیا فروشی از مال دنیا را قیمت نیستد. در داخل همون آب برای آدم روزدار پیشنهاد می شود بگیر این آب بنوش و بعد آب نوشیدن من که در نکاح تو هستم، من در خدمت تو قایم هستم. ببینیم من شرب لم یظمأ ابدا. حبیب خدا گفت کسی که از این آب دروازه ریان نوشید اصلا دیگر تشنگی او را فرا نمیگیرد. این دروازه ریان برای آدمای روزدار است. وقتی این ابوبکر صدیق اشار آدمی گویم که صادق بودن گوش کرد، بعد چی گفت؟ ای حبیب خدا، آیا هست شخصی که تمام همین دروازه هایی که نام گرفتی همه همین دروازه ها و فیراد زند همین تا بنده خدا هست که دروازه جهاد، دروازه نماز، دروازه صدقه، دروازه روزه، همین دروازه ها همش فریادش زنند، هم تا بنده در روی زمین هست؟ حبیب خدا میگوید به سوی ابوبکر تبسم کردند و چی گفتند؟ نعم گفتند ابوبکر بله هم تا بنده ها خدا دارد که همه دروازه های جنت برای او مشتاقند، او را منتظرند، او را فریاد میزنند و ارجو ان تکون منهم. ابوبکر من در پیشگاه پروردگارم امید دارم و گمانم همین است که ای ابوبکر تو از جمله همون بندگان هستی. ابوبکر صدیق حبیب خدا در دنیا علاکه بشارت داد همه نمون دروازه هایی که خواهش توست انمونا همش در ابوبکر فریاد بزنند تا از جمله همون بندگان هستی. پروردگارا ما نیز خواهش من همین است، میل من همین است. اگرچه بنده های ضعیفی تو هستی، اگرچه بنده های گویم خیلی ضعیف ایمانی تو هستی، اگرچه بنده های بی غیرتی تو هستی، اگرچه بنده های تنبلی تو هستیم، خدای مهربان ما را از جمله آن کسانی گردان که دنبال ابوبکر باشه و تمام درهای جنت ما را صدا زند. خدای مهربان اگرچه ما لایق اینم نداره، اگرچه عبادت های ما در برابر این نعمت های تو همش عاجزند، لیکن خدای اگر تو خواهی این بالای ما برپا میکنی. پروردگارا ما را از جمله همو بندگانت گردان. خدای ما را دوستدار ماهی مبارک گردان، ما را پشتیبان ماهی مبارک گردان، ما را پشتیبان قرآن گردان، ما را پشتیبان اسلام گردان. خدایا این راهی که برای ما نصیب کردی اگر میلیارد شکر به سوی تو گویم تا حال این شکر ما باز کم است. خدایا از این راهی راست، از این راهی حق خدایا ما را منحرف مگردان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. ان شاء الله ما جمعه آینده خدا خواسته باشد دوام این موضوع را برای شما باز بیان میکنم. خب اینجا در دعا کنید، گفتن در حق مرحوم فیروز جان 22 ساله از نایه حمدانی دعا کنید. خدای مهربان فیروز جان گورشه پر نور و قبرشه خداوند از همه فتنه ها خالی گردانه و خداوند پدر و مادرشه